است؟ خیر کامت یک کم آره مشکوک است. نه گپ چیز بیادر؟ جون گپ چیز؟ گپ از این قرار است که سر این موتر یکم مشکوک هستیم. میشه موتر دلار آواز کنیم یک بار. با خیالم خودت ما را نمیشناسی لالا. جون نمیشناسی ما را. میشناسم، هر کس باشه قانون از باید تطبیق شود. این دلار یک بیادر دفعه قانون رو برین سر دوز و رازن و سر زی مردم تطبیق کنین. ما بیادر و نرمند هستیم، موتر ما را چی تطبیق کرده بایستیم؟ داده شده و نرمند هستین با خود هستین. این مملکت ده 100 سال دیگه هم جور نمیشه خب. چرا نمیشه در اگه ده 100 سال دیگه هم جورش کردی باز میگم بیخی صحیح است. هنرمند هستی خب ما احترام برای داریم، ما پلیس هستیم. ما صحیح است بیادر، پلیس هستی خیر ببینه خانه تان آباد بری از دوزار موترش تلاشی کنه او بیادر. میشه اگان تو در چهره تو آدم معصوم بیادر خود در ساق دوزی زده بالا که بانت تا رشاد جان بالا که برش بانت بیا ما. نه بیادر. خودت چی کار هستی لالا؟ نه او همون پیشه سینماست بیادر. ما هنرمند هستم، ما آوازخوان هستم، ما رئیس هستم، ما مدیر هستم. نه به قانون احترام دارین نه به دیگه. همین مربوط کجا هستین شما لالا جان؟ مربوط کدام حوزه هستی شما؟ حوزه را چی میکنیم ما زدم؟ نه که من عامر صاحب تان زنگ بزنم شما مربوط کدام حوزه هستی بیادر؟ تو حق نداری در سایه ما که یک گپ شود تو باز جوابش میتی که تو عمر صاحب زنگ میزنی. نه خب عامر صاحب تان شاید بشناسم ما رو بیادر. این چی است؟ میگم من آدم خوب هستم، سینماگر هستم. این از کی است؟ از کجایی را کشیده؟ از زیر چوکی. چی هستی؟ چی است؟ مواد است مواد. فکر کنم در زیر پل سوخته کار بارت است برام ما توضیح میکنیم. نام خودت چیه؟ حسابالا بیادر که نام مرا نمیشناسی دیگه من چی است؟ بگو آره کمیتی اگه هنرمند هستی میگون اما من نام خدا نمیگم تو باید خودت مرا بشناسی بیادر. پیش بیا. من نام خدا کلاشینکوف آدم طلاق اینیش بگی که انداما را کشیده سر ما فکر میکنه اینجا قانون نیست. جوری است امیر صاحب فهمیدی گپی که میزنی صحیح گپ بزن، ما کدام رچک نیستیم. ای که به خودت احترام داری می از خاطر یونیفرمت است که در جانت است. نیم از اندامات هم نمیترسم. حتما کدام نفر بیادری را جوری کده کدام قصه کار جور کده برای ما بیادر. ما از او آدما نیستیم بیادر. کی برات گزارش داده که نمبر عامر صاحبتان چه کدام حوزه است؟ برادر نمیال رفتم خانه خانه مربوط حوزه 15 است. نمیاد بیادر از هندوستان آمده. کی گفت لالا؟ بیادر رزید گفته کاکایت بودم ساید بود در کسی که نامش رسول ایمانه. اینجا مردم هایی که او بیادر عالمی از کجا کدین شما؟ امیر از همی زیر چوکی کشیدیم با پالتوکال دیگه نباشه او بیادر. خب ما کسی میامدیم موتر ششتگی آمده. صحیح است که موتر ششتی هم ما شما تیره بیر میکنین مواد تیره بیر میکنین لالا. بازار کار کسب کار میکنین. نه مسئله زنگ بازی نیست، هر کس زنگ میزنی بیادر ما اینجا جواب دیستم. بیادر قصای مفت بسکلانه بیادر. کدام براجوری اگه کده واضح بگین بیادر چی کنیم ما را زندانی میکنین ولچک میکنین چی میکنین؟ میبریم ولایت هوا بندی خانه را سرت بخورم. مرا که ببری پیش عامر صاحب تامون کل ملت ما را میشناسه که ما بیادر معلم جامعه هستیم. ما نه رازن هستیم نه دوز هستیم و نه قاچاقبر هستیم. ما اینجا خدمتگار تو در یونیفرم خدمت میکنی برای مملکتت، ما از طریق هنر خود مملکت خود خدمت میکنی. حالا هنرت ما قبول دارم، تو این کار هنر است که تو 1 میلیون نفر معتاد بیادر ما خودم نقش پودری را کار کردیم بزد پودریا که باش مردم پودر نکشه باز خودم کاروبارش مرا چی در نقشت بیادر؟ بیادر تو اول مرا بته امر گرفتاری مرا تو به کدام اسناد آمدی جا بالفعل گرفتیم تا. چی بفهم که تو پلیس هستی در یونیفرم شما خاله بسیار مردم شکار میزنه شما یک اسناد بر ما بتین کی هستی بیادر؟ اتخو نمیشه که هر کسی بیا یک کار بیادر سر ما جور کنه بخی بیا پیشو. مثل تو اور ده تا ما فهمیدی در این ملک گرفتیم بیادر. بزن ما بیادر حوصله بیادر خدا بدماش صبر کو بیادر که ما کسی را زنگ بزنم از امنیت تو یا بیادر این رقم نمیشه بیادر. بیادر شما مربوط کدام حوزه هستی؟ حوزه 15. حالا خو یک اسناد خو ما را نشان بده که ما بفهمیم که شما پلیس هستی. یا ما یک مجرم کلان گیر کردیم بیادر. 1 کیلو مواد 6 ماه
نفرای زیر پل سوخته را بس است. عامر صاحب ما بیادر از او آدما نیستیم بیادر کل تو نمیشناسی بیادر نگی اگر کدام کس پشتیوانت است مدقسش نیست. پشتیوان ما کل ملت است کل مردم است کل بیادر ملت است ملت چی خبر داره که تو بیادر موارد مخدر کارش میکنی. بیادر تو اجازه بده که ما دو سه زنگ بزنیم بیادر بیا رولچکش کو. زنگ منگ ندانی که زنگ منگ تلفن بیادر ما قاتل هستیم ملچک کساره که بیادر آشوبگراست بیادر ما را چی ولچک در رئیسی بیادر رولچک زده میبرم در اینجا که بیادر کل مردم ببیند وقت ببرین بیز بیادر شار چور است این شار دی شار بیادر قلم بدستا و نرمندا پیمال است دی شار دوزا قاچاقبرا غاصبین زمین اینمی مردم پاچاست ما بیزو دیگه مجبور هستیم که بار بستری خود بسته کنیم از این مملکت بریم دیگه مردم شرم از بیادر ما را میبینه بیادر دیگه مردم سایل داره بیادر عزت ما را اگر تو در قضیه شامل هستی که سر تو ثبوت کنه میره نه بیادر این موتر تناز ماست بیادر این موتر تناز ماست بیادر این میمان هستی که آمده قدیما تمرین کردم این میمان چیه نمی میبره و میاره بیادر این قدیما نیست بیادر این موتر بیادر ما تنها خلاصه ما پلیس هستیم ما رقم شو و میبریم بیادر تا که نان بیادر تا کمی اسناد نشان نتی کمی رسول ایمان بیادر قاچاقبر پودر است ای بیادر این قصه های مفت است کدام مذاق کده کسی هندوستان برای چی میری هر روز ویش ما خبر داریم راپور داره چی را میکنه بیادر چند دانه کپسول قرد کرده بودی در میدان هوایی تیر کردی راست تا بگو موضوع کپسولیا نیستیم لالا او کسایی که کارا را میکنه عادت به خود کردن نداره چرا نداره او را در موترهای شیشه سیاه میبره او را تو استادم که نمیتونی افریقایی و زنکه را نداده بودی که بگی بیادر خورد کشاست داند کپسول نمیاله موتر شیشه سیاه تیر شو اگه استادش کدی میگم بشکته سر غریب و بیچاره اینجا قانون تطبیق میشه نه غریب هستی برای خود هستی بیادر ما گرفته که اینی تو چیزا را میاره لا حول ولا قوت الا ما میگم که سیل گوده بودی خلاص کو بگو کجا بریم چی کنیم تو گپ نزن زیاد کدام قفاق دمی رود میزنم تو کار نداری فهمیدی که برات احترام میکنم بخوام شرافتمندانه کدام گپ بزن بعد برای قفاق کاری کدام رو چک ایرت بر آمدن آقی نگرفتیم فهمیدی ما شب و روز اینجا خون خوردم تو بگی 18 ساعت پیره کو بدر پلیس حق زیر نداره که دست سر مردم ناک بالا حق نداره خاندامای خود سر ما اندامای خود تو هم بیادر بیا اندام جور کن اندام جور کردن کار مفت نیست ما اینجا بیادر شب و روز پیره شما را کنیم یا اندام خانه تان آباد که میکنه ما راضی هستیم بیادر خداوند خیرتان بده برین در جان زورمندا و قاچاقبرا ما را چی میگه خیر یه قاچاقبری قاچاقبری نه چیه اگر میخوای که نمود شرافت انسانی با جای بانه که مردم رویه خوب میکنی شرافتمندانه پیشو اگر نه با جای یک ولچک سه ولچکت میزنم که بیادر از یکیش خدا خطا بودی در دو تا ترس نیست ما ایمان نام دارم پیش هرسه که میری که بریم بیادر نه بدماشی را در قصای مفت برای ما نخوان بیادر ما همینجا باید قبول کنی که در سینما بچه فیلم هستم در زندگی اصلی هم بچه فیلم هستم کجا برم بدید بیادر حالا من نمیاله شک دارم پلیس خو من نمیگم که پیسه میگیری ما شک دارم که شما پلیس باشین ما چی خبر که شما نمیاله بیادر خدای ناخواسته دوز است چیست شما ما در ترکیه تحصیلاتم شده قربانت شم دوم بریتمن هستم فهمیدی حال امروز صبح امر روزه میشم تو هنوز بیادر دل ما را از یک ارگان خوش است که می وزارت داخله است از ما بسیار خوش هستیم امی دل ما را از وزارت داخله هم سیاه نکو به می خاطر خوش هستی که بیادر قواخ مواد تیر بیر کردی تو را چیز نگفتی حالا میخواد مربوط هر جایی که میشه یک آیدی کارت می داشته باشی نه نمیتم نشان بره تو مرا تو نشان بده که اندامای تا جور کردی در کدام کلاب جور کردی مسئله خاندانی دو زا بیادر که پشتارا گیر کردیم میگه بیادر کوکی اسناده یک فیلم پر میکنه چهار خانه را میزنه یعنی وزارت داخله خو رفیق ما سمو ما را میشناسه که ما چیکار هستیم بانه که ما زنگ بزنیم بیادر بام بیادر باز که دوست دانه جوالا گرفته فکر کن گالا کندش میخوره بیادر برو نه تو برو بیادر تو قدیما تمرین کردی برو بیادر یک مگم نشونیدی که دولت یک چشمش کور است یک چشمش بینا یک دفعه در پنجه ما بفتی فهمیدی ما خیلی چشم بینایشو ندیدیم تا اون روز پاکستانی ها چشم بینای سر غریب بیچاره سر دستاز نکنیم مرچ سرخ اگبانه گویا خود هر دو چشمش کور است جاد گپ میزنی تو میمانت است اگر نه تو برات فرشش کنم بدون از این که امر بگیرم از جای بالا بیادر کمی اسناد نشان نتی کمی اسناد نشان نتی دستم بالا کنی دست بالا میکنم که خوب خبر باشین که تا ما اسنادتان نبینیم که پلیس هستین ما برای شما هیچ نمیارم برای ما ببینم قصه مولا نصرالدین است نمیارم شما کیسته بیادر کیسته حالا بیادر تو طبق یک آدم یک کسی را گرفتار میکنه یک کار میکنه میگه مرا اسنادته بازی بیادر
ای